میرم قربانت جواد اینه بی بی جان اینه دربارم بوده ها میرم قربانت بسم الله وی خدا جانم برگم کنم میرم قربانت جواد تو خونه جوز هستی برای سرده که من خودم برو ما بیارم نکن میرم بار خودم ما میارم اینا رو بازم بیایه با شلاب کاری بکنم هی بی بی جان ما میگم آفرین اینه ایسه خودی دیگر کار میکنی گاهی لاری تشویل بدی خوب بادار جانم دور خود و دور پیسی خود نشان دادم میره قربانت شود میره بله بادار میره قربانت شود کجا سیدن این دستم بادار میایم بیبی جان ما کنم بادار جان من رخصت کنم باید پس بهم کمک میکنم خب میره قربانت شود اینو آمدار فاطمه خانه‌سی و دختر خوشم دختر شد فاطمه چطور هستی؟ چطور رنگ سفید گشته؟ تو چی حال داری؟ دختر سال دولت مرگ است بیا بریم خانه زنده باشی تو بخت تو بخت تو پشت خانه من نبیش اینجا تو که کل در چی حالت هستی؟ یک لگه شما رو در بینم پیاسنان چه خطر است تو هرچی مریض نشی خدایا چه قفشارت بالا تا دختر چقدر کمخون هستی تو چند ساله باشی؟ نه کام دکتر صاحب سلفشارش بودن که من عروسی کردن چرا کمخون؟ دکتر صاحب من خوش نبودم دور پیسش بود اوه خوش آمدی همشیره خداوند تو خیری بیده که هر روز می خبری همی دخترم میگیری بیادر جان اون روز تا این روز نمیشه همشیره من گپیت صحیح نفهمیدم بیادر جان راست دروغ اول که شما یک اشتباه بزرگ کردین که یک خوش دختر عروسی کردین این رای خدا است همشیره شکر الحمدلله من شریعت هم میفهمم از قانون هم میفهمم چه کنم دیگه از دستیمش چی باید خداوند به هیچ کسی این اولاد نده بیادر جان آده این خانه کسدگه نیست کل کارخانه را به دختره که بیچاره ماندین شما میفهمین هیچی تکلیف داره همشیره چطور کنه نمی روزای نزدیک شاید که مادر شود شما که به این حالت میمونه هم بر خودش هم بر طفل زیاد ضرر داره همشیره چطور کنه ببرینش کلینیک مرکل میبرم به کلینیک همشیره خداوندی تو اولاد مغرور رو جاوی را برش کسته ده امی دختر راست میگه بچه که آمده که با خودت برش بگو ببین که چی میگه بیادر جان من خو میرم این حتما کلینیک ببریم گفته باشم تو باز پسان پشیمان نشید غلطتون با ما خدا همشیره جان گپای تفاهمیدم خیر ببینی خداوند خیر دیده یه دختری بی پدر نه ظرفا رو ششته نه روی اولو جور رو کنه من نمیفهم که در این خانه یا چی میکنم این میره کجا کم است میره میره بله بادار جان کار سینمش نمی بیاجه کم شو اینو آمدار میره قربانت شود نام خدا این صدا نه این تو به جاش نسا میره قربانت شود کلیدی بود که نفس از تقل پرواز کنه میره قربانت شود میره بله بادار جان حال چی کنی؟ چی کردم بادار جان اسب ما تیار کردی یا نه؟ بله
کاری رو تیار کردی والا وقت دارش که تو بیرد قربانت جواب بسیار خوب بسیار خوب هی هی بادر جان بلند بیبی جان محمد بیرد قربانت جواب چه کنم نامد؟ دارم برش کشتر اقصابون چه کنم؟ برو گم شو کارو بارت نکن بچه‌ش میرد تو رو نینا با غرض نیست میرد قربانت جواب هیچ کار رو قدام ننه نون خوری زد جا بگی زندگی خورم با چی کده؟ با چی رو نیرم کنی ها؟ چه کنم که نوشو رسی؟ دستر شورش رو بالا کنم کنی کار خانم مانده ناجور است چی کنه سبایه کن؟ ها؟ چی کنه؟ کاله ما خواه میخوایی که به این قریه آبرو بزنده من بزنی من این قریه نام دارو نشان دارو کل مردم دمای درام میکنن من نام 40 مادر صدا میکنن تو کلینیک میریم آره با کلینیک چی گفته؟ او به حیا او بشن سری اگر که دختر دست بالا میکنی از خدا نمیترسی یک زنه پیشم بانه ما آقا شرط بزنی بچیش دلم زنه دلم که کشتم دلم که در چاندستم دلم که گوشو که نیجا بودی آره گناهش چیه؟ خطاش چیه؟ آقا نمیفهمی میگه که کلینیک میرم پیش مرد نامرم میرم باز تو میزنیش افسوس به تو وای به حال من که تو از شریعت با خبر نساختم که از حقوق شرعی زن با خبر میشدی یک ریز دیدی مکیم کی بود میزنی کتیش با رفتاری میکنی یک زنه پیشر بس خدا بده خیلی چه کنم بشه آقا اما دوباره هر کاری دلش خواست بکنه بچه نکلی دن و دکتری مرد نیست دکترهای زن آمد تو خودت برو خود امیر گرفته بود بعد با فاطمه نقش همسایه متصل کن تا آبی خوب شود جور شود و خیلی سری پای شود تو چی میگی آقا؟ بله سری من کلینیک ببرم این وقت آقا خنده با چی خوب کن سری من خنده میکنم میگه نه چیر مادر آوانه زنی کنم کیل کنه کلینیک ببرم الهی تو بچه گفی مردم مهم است یا امر قرآن خدا قرآن حکم میکنه بسم الله الرحمن الرحیم و عاشروهن بالمعروف یعنی با زنهایتان با نیکویی زندگی کنید با آنها رفتار خوب داشته باشید مگم تو نه شریعت نمیفهمی نه قانون نمیفهمی بزرگان السلام علیکم بزرگان بزرگان میرد قربانت شود بزرگان از من تیار کردم در بیرامی خوب کردی آقا من دیگه ایشا نمیفهمم من میرم آن شکار از که آمدم بازم رایتون کم میزنم بیا که بره بچه که میرد قربانت شود خدا سوال یا بود یا تو غصه نخور من همیتا میخورم فهمیدی؟ بسما خدایا چی دعا کنم ایرانه چربانون یک رفته مجبور من پشتم و نرس برو چرا؟ مصمت دختری چرا؟ الان رنگ از سفید گشتم دختر کاکا جان چرا نخ رخصتی کنی؟ همشه چی تو کنیم؟ حالش چی میشده باشه این دختر؟ ما داریم میکنن امی کارا را دارن وقتی شدش شکر شکری بهش دستش میمونه بگی کلینیک ببریمش کاکا جان جواب شیربادر جواب شیربادر همینطور جواب شیربادر قانون میکنه از خدا نمیترسه که یک وقت دخترم بگیری کلینیک نمیباریم که بره هدوی از یک قدر باشن اگر قانون میکنه جوابش بده بی کلینیک باسم دختره بین خدا استوار کن که کلینیک ببرید ده خداوندی تا اولادی مظلوم جاهیره و هیچ کس نده خدایا سری دختری بیچاره روشنی کنی یه قدر رنج و ظلمی که سرزی میشه استیل خوردی را ببین خدا میداره که زنده برایا من جواب خداوند چی تو بدم باسم خدایا باسم آقا کجاست باسم معلوم نمیشه ما
هر همسایه ما روان کردنش کلینیک. چی کلینیک؟ بله من بدل هستم، اما قدر صلاحیت ندارم. من در خانه دیگه. آقا با اون چیزی که ما اون از کلینیک رفتن ما نکردم، اون چرا کلینیک رفت؟ با اجازه کی رفت؟ با اجازه ما، اینه با اجازه ما. من تا حال خودش چون گرفته بودم. دخترک مسلمان کنم بود که بمونه. تو یک در از خدا بده. یک در بیشتر. میرا! او میرا! منو خدا میرم قربانت شود. زود میری شلاق ما پیدا کنه گری. من که این روز را باید من دیدو نکنم با تو نمیمانو بهش. چیش میرم قربانت شود. بادور با خبر یک نفر تو خود سرش نیست بالا کو یا خدا به تو میده یا به ما میفهمی تا حال خودش چون گرفتم این حال از عذاب وجدان خود خلاص میکنم سایز که دفعه بیا ما کتش خراب میکنم ما فکر یادت داری بگیره یاسا ایلاز بکنم کسانی سطفه این پرتی که خونه باشو کاما باشو من چشمای تماس کن تو با اجازه کی کلینیک رفتی یا با اجازه کی رفتی برگزه پدرت رفتن چرا؟ کلینیک رفتن دامایی هست؟ بگونه؟ فردا آن روز سالی میریم دختر مسلمان هم میگیریم بزرگای مال کلینیک بره دیبا مراقبت جو سازلت داره دیبا سر به شلا آران خدای که شکر کن من کلینیک بردمش اگری هم خودش هم جفلش از بین میشه راست میگم چی؟ ما پدر میشم ماسوما طفل دارد ماسوما تو طفل داری بله نه دوستش دوایشو برش میاری پیغام خدا تقویه برش میدی که خداوند هم خودش عبدو بشه برکنه خیلی ببینی همشیرم زنده باشی خوب کش ککمه از این بابات دیگه بلیاد خدا فرستایی نکو زیاد مراقبت خودش تو بلش باش این اگر این خود تلفی نباید مادر میشم راست میگی دیگه تلش موزن نوکران فکر نکنید همشیره من کوشش خودم میکنم انشالله که جور بشه آفرین بچه از این بابا من خودم دکتر صاحب خدمت سنوی من میکنم اگه این نمیفهمم من خود میفهمم آقا من تو حالی نمیفهمیدم اگه ما میفهمیدم با این دختره که سرش خورده عروسی میکنم راست میگی هیچ وقت ما عروسی نمیکنم آقا من خودم خدمتش میکنم ماسومه از این بابات من خدمت خداوندم از ما راضی شود پدر جان خوب شد که برام آمدی من بسیار از دارایی کنه که خود پشیمان هستم مرا بابا اگه تو نداشتی مرا خدا نمیبخشه آقا بچه خداوند ببخشیده شکر که به اشتباهاتی پای بودی بچه مینالی که پدر تکش کن مینالی بچه برو با قدری زدم و پدر و مادرش بیار بچه جان پدر بازی خوش خبری را برش بدی باری فهمیدی؟ خوب گفتی آقا جان ماسومه اینال من پدرتم خبر میکنم و مادرتم دیگه کلون موقت دستی تو دیگه این تشویش نکن با خیلی خوبی جور بشم بابا جان حالا چرا استاده هستی بگیرید خانه برای بگم بده دختری بچه بده بچه بده بچه گوسته و بسم الله یا بید یه اینکه بخیر خانه جواب سرده داشت میره بله بالا میرم قربانت شود. میره خوب سعی کن گوش کن من میرم که دوایی که بیچاره دمیارم تو راست میدی بله رو مادر ماسومه را خبر میکنیم و بیان نکدم بچه میرم قربانت شود. یک طرف پیسه خوب بده. پیسه را چی میکنی میره میرم قربانت شود. برای بادار جانت تو چگه که یک طرف بالا و چرینکانا میخرم و بادار میرم قربانت شود. میره جان حالی دیگه با بسیار وقت است برو گم شو زود اسب گرفتم رو پدر و مادر ماسومه را کرد پشتگان نکرد دیگه برو بچه که از با میگیرم و کپچه میگم کیوں میگم اینا میادرم شد که بادار جانم هم آدم شد. شما موش کنن که دختران که سند خوردن عروسی نکنه که اگر نمیرکن این جنگال گرفتار بشون ها میرم قربان شما
بیاگنی یک پتو پیش دکتر یک پتو پیش مولا و طبیب یک قربانت شود. پدر و مادر بیبی جانم بیا بگویم خبر خوشم